سوختن، آتش. اینها کلماتی هستند که در ایام چهارشنبه خاطر ما را آزرده می‌کنند. به راستی آتش چرا؟ سوختن چرا؟ دوستان ما در روابط عمومی سازمان اطفاء حریق تدابیری در این زمینه اندیشیدند که با هم می‌بینیم. ای کوچولو داری چیکار میکنی؟ آتیش؟ گاز؟ سوختگی؟ به خاطر یک تخم مرغ زودگذر جوانی خود را به آتش نکشید. تخم مرغ خام محصولی از روابط عمومی پلیس اطفاء حریق. بله، همونطور که میبینید من از بازی‌های المپیک برای شما گزارش میکنم و این دوست ما یکی از قهرمانان ورزشی هست که قصد داره تا دقایق دیگه مشعل المپیک رو روشن کنه. آتش چرا؟ مشعل المپیک چرا؟ با شلنگ آب المپیک خود را افتتاح کنید. روابط شلنگی اطفاء المپیک. هر کسی که با روانشناسی آخوندهای خمینی صفت آشنایی ولو کمی داشته باشه میدونه که یکی از کلماتی که باهاش مطلقاً بیگانه هستند نمیدونمه. وقتی که این عنصر، یعنی عنصر بیگانگی با کلمه نمیدونم، با بیشرمی و وقاحت آخوندی ترکیب بشه، یک پدیده‌ای به وجود میاد که از یک طرف نفرت‌انگیزه و در عین حال از طرف دیگه مضحک. شاید امتحان کرده باشید از آخوند جماعت هر سوالی بکنید راجع به هر موضوعی کلمه نمیدونم رو نمیشنوید. از پیچیده‌ترین مباحث فیزیک نجومی تا جراحی مغز و اعصاب تا جامعه شناسی مدرن فرقی براش نمیکنه. گاله دهن رو باز میکنه و همینجوری شروع میکنه به نظر دادن، بی دنده و ترمز. یکی دو نمونه جالب رو میخواستم که اگه اجازه بدیم با هم ببینیم. آخوند پلید و جنایتکار حائری اومد ژست ادیب و باسواد و اینا بگیره، شروع کرد شعرهای حافظ رو خوندن که چه عرض کنم قلع و قم کردن. ملاحظه کنید. به بوی نافه‌ای کاخر سوازان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش جعد چه خون افتاد در دلها. آخونده دیگه همه چی رو بر وزن جغد تلفظ میکنه. مشکل بیسوادیش که جعد رو جعد میخونه فرعیه. مشکل اصلی اعتماد به نفس این جان داره که تو تلویزیون جلو چش همه همینجوری میزنه و میخونه و میره جلو که چه عرض کنم بایستی گفت عقب و ارتجاع. مدل بامزه ترش حجت الاسلام تنسی تاکسیدوست. این کلمه، این اسم تنسی تاکسیدو هم از خودم نمیگم، خودش تو مصاحبهش پوز میداد که یکی از هنرهاش اینه که میتونه صدای تنسی تاکسیدو رو تقلید بکنه. حالا ایشون نظرات روانشناسانه و جامعه شناسانه میدن. این برج‌های بلندی که میسازن، از کجا این برج باید اون مقاومت رو داشته باشه تا 100 طبقه 50 طبقه رو تحمل کنه؟ غیر از اون زیربنا و فونداسیون هست. بچه‌ها فونداسیون جامعه ما هستن. منظورش از فونداسیون فرانسوی یا فاندیشن انگلیسی هست، به معنی زیرساخت یا زیرسازی و زیربنا. البته پیشکسوت همه این قمپوز در کردنهای بی محتوا خود سیدعلی روزخون ولی فقیه رژیمه که یه بار اگه خاطرتون باشه اومد اظهار لحیه بکنه در مورد موسیقی در محافل روشنفکری ایران. یه شور امیروفی شنیده بود، اثر فکرت امیروف، آهنگساز آذربایجان شوروی سابق. یه آشور علیوفی رو هم تو اخبار ورزشی شنیده بود که قهرمان کشتی فرهنگی بود، یه بار اومده بود ایران. این دوتا رو با هم قاطی کرد و خلاصه یه کلمه ابداع کرد تحت عنوان شور علیوف. گفتش که قطعاتی مثل شور علیوف اون زمان خیلی تاثیرگذار بودن. به نظر میاد که بیشتر شور سیدعلیوف بود که از حد گذشت و این چنین آبروریزی رو بار آورد.
Foreign Ministry. Let's listen to the weekly press conference of Mr. خانم آقایون، کسی اجاش تکون نخوره. میدونم خیلی ذوق زده هستین که امروز این بابا مهمون پرست نیومده، به جاش یه غول استراتژیکی براتون ظاهر شده. این بابا مهمون پرست دلیل نیومدنش خیلی روشنه. هر بسیجی هم میتونه اینو بفهمه، چون که اوضاع ضایعه. مثلا بیاد راجع به چی اینجا صحبت بکنه، یک لحظه خودتون رو بزنیم به جای اون زبون بسته. از سوریه بگه، مثلا از بشار بگه که مجسمه باباشو کشیدن پایین، عکس مقام عظما و امام هم همینجوری کنارش، یعنی ولی فقیه جونیور و سینیور با هم زیر پا لگدمال میکردن. چه جور؟ بیا ببین. خانم درگیری تو سوریه است، شما در اینجوری خمیده را میری. حواس آدمو پرت میکنند. کجا بودیم؟ از بودجه بگه اون بدبخت بیچاره که چند ماه تو آفساید موند تا بالاخره لاریجانی گفت میریم تعطیلات عید، بی خیال سال دیگه بودجه رو بحث میکنیم. از نرخ دلار بگه لابد. انگار همین دیروز بود که آق محمود تو تلویزیون اومد گفت مگه مشکل ما موی سر جووناست، ما باید اقتصاد رو درست بکنیم. عجب شانسی آوردیم که نخواست موهامون رو درست بکنه، وگرنه الان همه کچل بودیم. اما بگم که از مالکی بگه که الان معلوم نیست تو مسابقه سرسره از بشار جلو میزنه یا عقب میمونه. از جنگ و دعوای خودین و خودی بگه، مثلا اون آق محمود ناکس فقط اسم نمیاره، وگرنه همه چی مقام عظما رو میبافه به هم. فقط مونده بگه که همه بدبختی ها زیر کسیه که نمیدونم کیه، ولی کاش اون یکی دستش هم مثل یکی دستش بشه. از چهارشنبه سوری مثلا بدبخت بیچاره بیاد بگه که از همین الان سوزشش و مقام عظما دارن حس میکنن، اونم از نوع بیخدارشه این دفعه. به هر حال من بهش راهنمود دادم، گفتم ببین مهمان پرست، بهتره که دهنتو ببندی، زیپ دهنو بکشی، بذاری فکر کنن مشنگ و نفهمی. این که خیلی بهتره تا اینکه دهنتو باز کنی حرف بزنی همه مطمئن بشن که مشنگ و نفهمی. کاش که یه مجری اینورا بود از ما یه سوالی هم میکرد. از قدیم گفتن که مجری خوب مثل چراغ خونه میمونه، انقدر روشن خاموشش میکنی تا بالاخره بسوزه. اما برید سر سوالات. سوال اول بنداز بیاد. من سوالم از شما اینه که آیا در نشست آلماتی که چند وقت پیش برگزار شد بحث جدی در مورد تحریم ها صورت گرفته که آقای صالحی از لغو تحریم ها سخن گفتن؟ شما ما رو گرفتی؟ تو این 40 دور که مذاکره شده شما تو کما تشریف داشتی؟ بحث جدی در مورد چی شده که این دومیش باشه؟ رفتن یه دیداری تازه کنن بدبختا، قرار بعدی رو گذاشتن، بعدم عین شوت یه ضرب. ما میگیم توپ تو زمین اوناست، اونا میگن توپ تو زمین ماست. آقای صالحی اشاره کردن به رفع تدریجی تحریم ها. اگر ممکن است روشن بفرمایید که دقیقاً چه نوع تحریم هایی قرار هست که به تدریج لغو یا به هر حال کم رنگ بشه؟ و این در حالی هستش که آقای مان سخنگوی خانم اشتون به تازگی راجع به این صحبت آقای صالحی واکنش نشون دادن و گفتن که تحریم ها لغو نمیشه تا زمانی که گام عملی بخواد از طرف ایران برداشته بشه. خب در مورد تکذیب درسته، خیلی سه شد که هنوز حرف این صالحی مشنگ تموم نشده طرف جفت است زد تو پوزش. ولی شما مثبت نگاه بکن که به هر حال فقط یه دروغش رو رو کرد، خیلی حرفای بدتری میتونست بزنه، وگرنه اوضاع ضایع‌تر از این حرفا میشد. من دارم سربسته میگم. من خودم رفتم به صالحی دلداری دادم، گفتم زیاد ناراحت نباش، مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که یارو داشت میرفت یک کفتری با مشکلات گوارشی حسابی از خجالتش در اومد و لباسش پاک ضایع شد، خیلی ناراحت و دماغ بود. ولی یه آدم دیگه که همه چی رو مثبت میدید اومد بهش گفت برو خوشحال باش که گاوا پرواز نمیکنن. اما این که میگین به نظر میرسه تکذیبیه اتحادیه اروپا وضعیت سیاست خارجی نظام رو ضایع کرده، واقعا که شما این دکتر از روی چه علائم ظریفی متوجه شدین؟ مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که یارو شوته به یه سیاه‌پوسته گفت آقا شما سیاه‌پوستید؟ طرف گفت بله. از کجا فهمیدید؟ شوته گفت از لهجه‌تون فهمیدم. روشن شد یا یکی دیگه از اینا برات بندازم؟
دیروز آقای آمانو خواستار دسترسی به پارچین شدن و از ایران خواستن هر چه زودتر برای اعتمادسازی این امر رو تحصیل ببخشن. مثالشون هم سال 2005 بود که جمهوری اسلامی این کارو کرده بود. در مورد اعتمادسازی هم که شما البته گفتی، ما کلا بمبسازی خیلی بیشتر به صرفمونه تا اعتمادسازی. اعتماد میخوام چی کار؟ اعتماد که نمیترکه، بمب که میترکه. بحث ترکیدن شد. همینجا با یاد چهارشنبه سوری برنامه رو ببندید که کار سوالات به جای بیختار نکشه. جمع کنیم بریم پی کارتون، حوصله‌تون رو ندارم. آقا میشه خودتون رو معرفی کنید؟ بله، من پابیل قارنژاد هستم، فرزند مرحوم قابیل قارنژاد. یعنی تو پسر همون قابیل معروفی که آبیلو کشت؟ آره، فرزند مرحوم قابیل. تیپ متالیکا زدم. میتونم بپرسم شما رو برای چی گرفتن؟ خیلی پشیمونم به خاطر اینکه جلوی قارمون داشتم 7 سنگ بازی میکردم، بعد یهویی 2 تا سنگ خورد بهم، آتیش شد. بعد بدبخت شدم. برادرها اومدن منو دستگیر کردن به جرم کشف آتیش.